سلام دوستان، آرتین هستم. اومدیم نیویورک این بار. اومدیم یه ویدیو باحال و جذاب برای شما درست کنیم. بریم که رفتیم. یکم زود رسیدیم، منتظریم TSA باز بشه تا بریم ببینیم چه خبر. سعی کنین قبل از اومدن به ایرپورت 100% چک کنین پروازا رو که زود یا دیر نیاین، چون اینجا کافی سنتراشون بسته است، مغازه‌شون بسته است. خب بچه ما رسیدیم فرودگاه جان اف کندی. ببینید که چقدر قشنگه اینجا، ببینید. الان ما دنبال خروجی هستیم، فکر کنم از اون برای بریم بیرون. این گنگه داره تکون میخوره. بچه داره تکون میخوره. اینم مجسمه. اینجا خیلی شلوغه. اینم از این ور بهتون نشون بدم. نیویورک یکی از شلوغ‌ترین شهرهای آمریکا به حساب میاد. البته قسمت منهتنش که الان ما اینجا داریم راه میریم و برای شما ویدیو میگیریم. البته اینم بهتون میگم اینجا جای دیدنی و جذاب زیاد داره که در ادامه بهتون نشون میدیم. اون یارو میخواست به زور CD به من بفروشه. اینجا اصلا با کسی نباید آره اصلا با من دست داد. آره از این موقع باید مواظب باشیم، میان جلو پاتون ثبت میشن و میخوان CD یا آهنگای خودشون رو بفروشن. یا مثلا فیک یا CD خالیه یا پر نمیدونم. به هر حال مواظب باشیم. الان داریم میریم گوردون رمزی فیشن چیپس. یه دونه فیشن چیپس بزنیم تو رگو تا ببینیم چی میشه. بچه اینجا که میبینیم گوردون رمزی فیشن چیپسه. خواهیم امتحان کنیم چجوریه اینجا تو نیویورک. یه شعبه هم داره توی لاس وگاس. رفتیم خوب بود. حالا اینجا اومدیم امتحان کنیم. حالا میریم بیرون. این باز نمیشه. باز میشه. ولی فیشنش خوشمزه. شلوغ. ببینید اینجا 100 جور میکی ماوس پیدا میشه. یکیش اینا، اینجان، اونم اونور میکی ماوس. چقدر میکی ماوس دوست دارن اینجا. اینم مایکل جکسون قلابیه. بریم ببینیم میتونیم چند تا عکس بگیریم از اینجا. چند تا عکس خوشگل با این دوربین. بگیریم بریم ببینیم چه خبر. اینجام گذاشتن بغل خیابون دارن آرت میفروشن. پسر اینجا با سپری نقاشی میکنه میفروشه. او اینه چه باحاله. خیلی قشنگه. اینا خیلی قشنگه. های اصلا غذا خوردیم ولی خوشمزن. داریم میریم اونوری، از این وری میریم، از این وری میریم به طرف اون. برسیم اونجا اون بالا ببینیم چه خبره.
چند تا عکس بگیریم قشنگ. وایسا. گوریلا فرق کرد، رفتیم اومدیم سفید شد. شیفت اون یکی تموم شد. فکر میکردیم وگاس اینطوریه ولی همه جا اینطوریه. اتوبوس شرکت واحد تاکسی و از این اتوبوس‌ها مترو. معروف ترین شوهای آمریکا اینجا برگزار میشه تو این خیابون، اسمش برادوی، خیلی معروفه. الان میخوایم بریم یه کافی با کیک ایتالیایی بود، داره درسته، کرسان بزنیم تو رگ و میخوایم یه خود هیجانش کنیم. نه دیگه بریم. نه فردا اینو فردا میریم. باد میزنه، خیلی گرمه، نفس آدم بند میاد. آره الان بذار الان زور بدتره. ساختمونا بعضیاشون خیلی نوعه، بعضیاشون 1300 تیر کمونه. اونا ببین اون نوع، بعد اون پشتیشو ببین چقدر کهنه است، این برای ببین. بعد رو ساختمونای کهنه‌شون تبلیغات زدن. اینجا دیگه اینقدر تبلیغات و تصویر و اینجور چیزاست دیگه، اصلا دیده نمیشه. ماشینو ببین چقدر قشنگه، جالبه. اینا چه بامزه است. این به قول خودشون اینجا ایتالیاییه. حالا بریم ببینیم چجوری. اینجا نوشته ایتالیان بیکری، پیتزا داره، ساندویچ داره، ساندویچ هم پیتزا اینجا نوشته دیگه، چاکلیت کرسانت هم داره. اینا عاشق اینا. قیافشون که خوبه، حالا خدا کنه طعمشون هم خوب باشه. خانم درنگ من رفتم. برو اینا یه نفریه. استرابری اینا خوشمزه است. اینا عالیه. اینا توی ایتالیا بخوری خیلی خوشمزه است. حالا اینجا نمیدونم چجوریه. چیز ساده ایه ولی ساده به نظر میاد ولی خیلی خوب. ایتالیایی ها اینجا زیادن، برای هم پیتزای ایتالیایی، مغازهای ایتالیایی اینجا زیاده. بالا رو مردم میشنن لپتاپ و درس و مشت و این شلوغی. اینا رو گرفتیم. این چاکلت کرسانه، اینم دونات با استرابری. میخوام یه دونم کافی بگیریم. شنیدیم کافی ها اینجا خوشمزه است، بریم ببینیم اینجا چه خبره. من لارج میخواستم، نه هات میخواستم. هم لارج گرفتم هم هات گرفتم، یعنی کافی داغ گرفتم بزرگ. اصلا بزرگ نمیخواستم. خب مگه ازت نپرسید؟ آدم هول میشه دیگه. اینا رو هم گرفتیم، بذار ببینیم این خیلی بزرگه. ولی بچه‌ها این گرونتر از ناهارمون شد. یه کافی و 2 تا شیرینی شد نزدیک $26. خوراکی و اینجور چیزا میخواین بخورین پشت میله بیاد بیرون. کلا میگن خوراکی و اینجور چیزا میخواین بخورین از تایم اسکوئر باید بریم بیرون، چون اینجا همه چی قیمت و 2 برابر دیگه. پول لوکیشنش بگیرن. شلوغی بیشتر شده، جا که میبینید شلوغی خیلی بیشتر شده.
ما خیلی اتفاقی اینجا داشتیم قدم میزدیم تو تایم سکوئر و دیدیم اینجا مثل اینکه یه دونه فشن شو کوچولو موچولو برگزار میشه. یه چند تا عکس هم از اینجا گرفتیم. امروز میخوایم بریم مجسمه آزادی رو ببینیم. بریم. این پارک اسمش بلری پارک، میبینی از اینجا دیده میشه مجسمه آزادی. اون ته میریم اونجا. خب الان کتابون رو نشون دادیم، داریم میریم به سمت کشتی که ما رو میبره به سمت برج آزادی. برج آزادی؟ مجسمه آزادی. مجسمه آزادی. برج آزادی تو تهران. برج آزادی تو تهران. بچه صف رو ببینین، مجسمه آزادیه. داریم میریم سوار این کشتی بشیم. Any of this equipment. Between France and the United States. The statue has since become a universal symbol. When the ships neared New York, the shining torch erupted from the steamer decks. Many, liberty enlightening the world. الان یه نیم دور مجسمه آزادی زدیم، داره ما رو اونجا پیاده میکنه که بریم اونجا. بر نیوجرسیه، اینم نیویورکه. وارد لیبرتی آیلند شدیم. این پشت من الان مجسمه آزادی هست. این طرف جزیره هم ستچو آف لیبرتی میوزیومه. اول میخوایم بریم ویو منهتن رو از اینجا ببینیم، بعد میریم داخل مجسمه میشیم. اون ساختمون بلندی که یه نوک تیز داره اون وسط جاییه که قبلا برجای دوقلو بوده. تو ما اومدیم توی این زیر این مجسمه آزادی، این زیر پایشیم. اینجا این صف، ببینیم این صف برای آسانسوره که میرم بالا. اینجا نوشته 195 پله است باید بریم بالا، ولی ما با آسانسور میریم چون هستیم. رسیدیم اینجا بذار بهتون نشون میدم. این پایه مجسمه است. بذارین از این ور نشون بهتون بدم. اینجا پایین مجسمه است، میره بالا به سمت اون سر مجسمه. از این ورم میرم بیرون رو بهتون نشون میدم. It's a fun place to visit, but it's fun to visit. الان ما روی پایه مجسمه قرار گرفتیم. بذاریم ببینیم از این ور پایه مجسمه. اینم خود مجسمه. ما 10 دقیقه پیش اونجا بودیم، اون پایین بودیم. اینم موزه مجسمه آزادیه. اینم خودشه. از اون ور اومدیم. اینجا موزه مجسمه آزادی. مردم دارن عکس میگیرن. مشعل چیزه اون قدیمیشه که اینجا گذاشتن، عوض کردن. اون جدیده گذاشتن اونجا، این قدیمیه. اینو گذاشتن اینجا به عنوان موزه. مردم میان نگاه میکنن.
ببین اینجا تیکه های مجسمه آزادی این دماغشه فکر کنم. ببینیم دماغشه، نمیدونم دقیقا چیشه. ببین اینم ساختار مجسمه آزادی به این شکل اینجا گذاشتن. به یکی از پاهاش گذاشتن اینجا. نمیدونم این حالا اضافه اومده. پاش اضافه اومده. واقعی شده داره نشون. اوکی. بکنم این یکی پا اضافه اومده گذاشتن اینجا. اینم اینجا دارن درست میکنن. نشون میده که چجوری پیچ کردن، چجوری درست کردن. اینم ببینید بچه اینجا گذاشتن سایز اصلی مجسمه، یعنی در واقع صورت مجسمه است. یه دست به دماغش بزنیم ببینیم چطور صدایی میده. دماغو همه قسمت های اعضای بدنش رو گذاشتن اینجا. اینم گوششه. الان داریم میریم به سمت یادبود برج‌های دوقلو نیویورک. اونجا جایی که اونجا ساختن رو ببینیم چه شکلی ساختن. بکنم از اون ور باید بریم، اشتباه نکنم. اینجا محل یادبود یا برج‌های دوقلو 11 سپتامبر. Those are so far. میریم به سمت وال استریت. خوش میگذره. واسه جلو صف کشیدن که عکس بگیرم. من نمیدونستم این پشت این صف رو میبینید بچه ها از این ور اومده. میخوام با اون عکس بگیرن. دارم با اون عکس میگیرن. خسته شدیم اومدیم یه چیزی بخوریم، چیز خنک بزنیم تو رگ. بچه اینجا خیلی جالب بود. ببینید این ویو رو ببینید برای عکاسی خیلی جالب. اگه خواستین من لینک مپش رو میذارم که ببینید چجوری میشه بیاد اینجا. اینجا جالبه. اینم دوچرخه سواری تو سنترال پارک نیویورک. اینجا لاک پشت هم هست. ببینید چقدر هم زیادن. نه همشون لاک پشتن. اینا همه خودشون شنا میکنن. به نزدیکتر اینا. مام
Смотри сюда, Лен. Ален. بیا اینجا بیا نترس بیا اوکی come on خیار میدم بهش بزن حالا میریم دوچرخه‌هامون الان ببینیم اینا دزدیدن یا هست یا دزدیدن بقیه دوچرخه سواری کجاست دوچرخه‌مون بره؟ دوچرخه اونجاست کجاست؟ اینجاست این بره آره دوتا اونجا هنوز سر جاشه الان گشتمون شده بریم یه غذای شیک و پیک بزنیم تو رک بقیه ویدیو خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی که ادامه همین سفر هستش با ما باشید نیویورک بالای ساختمون سامیت بچه اینجا نوشته دست نزنین ها بچه شدیم اینقدر اینجا بزرگی آدم گیج میشه از عکاسای معروف اینجان یوتیوبرای معروف اینجان